دیگه پشت سر وزیر اکبر خان است. این تپه وزیر اکبر خان و این طرف میدان هوایی دیگه. ایسی میدان هوایی است. میدان هوایی با اون رسید شرک میرویس میگن خان. خو اینا رو هم نو جور کرده دیگه ای تعمیرها. وی هم سرک نو که گفتی نو جور شده و ای باید کلان می بودی را خورد کردن به حساب خورد و بر دیگه ای طور یک سرک تنگ برآمد. اینی سابق سرک بود، اینی کوچه کدیدی سابقش اونو مقیق بود. خو این سرک درک نداشت و نمو خورترک بازو کدام طرف میره؟ بودم قلمیسان هم آمد بچه خلا گفتم. سرری نیست، اینجا یک بلند منزل بود رو باز غلطان نمخوام طالبان؟ خو این موتر که سال از کرلال نمید اینی منزل این سرک نوازد و این سرک چی است که ما حالا برآمدیم؟ که برآمدیم قبر گورا میگن اصلاح شد این برای قبر گورا منام قبر گورا ماشید است. چرا قبر گورا میگن؟ این خب انگلیسان یه دفن است. انگلیس است انگلیس. صحیح. این در وقت وزیر محمد اکبر خان باز که جنگ شد نه؟ مکناتن که کت دیگه یاد ما خلال نمیاد. اصلا نمیگم ما داریم. وقتی که جنگ دوم افغان و انگلیس بود باز در اینجا انگلیس ها ناجوانی کردن وزیر اکبر خان خواستن باز اونا مکناتن که بود چاقو را کشید از پتلون خود میخواست که سر وزیر اکبر خان وار کنن. باز وزیر اکبر خان تفنگچر هم کت خود داشت او را هم خود کده بود باز تفنگچر کشید مکناتن زد از اموجه باز دیگه جنگ شروع شد دیگه. افغان ها کت انگلیس ها 3 دفعه جنگ کده قبلا. خب حال دا کجا برآمدیم؟ والا سرک دو. سرک دوی چی؟ قلعه فتح. خب این قلعه فتح الله است دیگه. درست. و ما و شما میریم طرف خب مستقیم طرف تایمانی میریم و تایمانی مارکت میوه. اوجه مارکت میوه است. خب مارکت میوه خب قبلا دمو چیز بود در منطقه انحصار که میگن چی میگن؟ قوای مرکز که میگن. قوای مرکز. خود سابق اونجا بود. چند سال میشه که رفتن. اوجه خوب بود یا حال ده ایجا خوب؟ حالا اونجا جایش آزاد ده. قلعه فتح الله تیر شدیم به تایمانی رسیدیم و میریم به طرف میوه مارکت میوه و این مارکت قبلا چی بود؟ قوای مرکز. قوای مرکز بود. حالا آمده در منطقه تایمانی که این منطقه میگه خوبتر است وسیع‌تر است. در تایمانی چهارراه مارکت است، چهارراه تای مسکن. خب تای مسکن. خب تایمانی باز کجاست اینجا؟ اینمی چهارراه تایمانی است، اینمی سابقه تایمانی است. خب این چهارراه تایمانی، اما چهارراه مهم تایمانی هم اینجاست. همین سابقه تایمانی باره. خب صحیح. سابقه داره که برای داره. درست. و دوست ما که نامش هنوز پرسانم نکردیم. نامتان؟ نام مزار خان است. مدار خان. مزار خان. مدار خان که زیاد وقت میشه که کار تاکسی را میکنه. در وقت جمهوریت هم تاکسی میچلانه ولی هم بیشتر یک کمک چیز کرد میگه حالا هم بد نیست خو. در وقتا میگه پیسه که مردم زیاد بود و کاروبار از اینا هم خوب بود نه؟ کاروبار شما هم خوب بود. فعلا مردم پول نداره و طبیعی است که کاروبار هم سرش تاثیر میکنن. ما رو میبره به طرف مارکت میوه از اونجا خربوزه و تربوز میگیریم میریم به طرف قلعه نجاره آجی چمن مسجد آجی چمن اونجا میریم و یک چیز دیگه که برای ما جالب است که گرمی زیاد است. حال اینطور گرمی است یا همیشه این رقم می باشه؟ امسال کمک زیادتر از گرمی از پارسال داره. درست. امسال زمستانش هم سرد بود. درست. تابستان هم گرمه. هتل است. یه هتل است. نو جور میکنه. راستی هتل‌ها چطور خودت حتما که مردم در تماس هستی؟ میچلا؟ خوب است.
هم کسایی که یک سری مخارجی داره خودش در خارج هست همون یکم در آرسی مارسی خود مفل خود میگیرن. نه حال ما دیشب میرفتم از در تاکسی در یک راه به نام امپریال کانتیننتال. امپریال عادت چی هست؟ مکرون کنه. آفرین. یک هتل بسویه و هر شب در اونجا آرسی. خیلی پیسه را مردم از کجا میکنه؟ این آجگاه مردم های خارج است. آها. کسی در خارج زندگی میکنه دو هتل‌های نامدار و لوکس و فامیلی دو هتل‌ها میگیرن. فامیلی در داخل کس نمیتونه؟ در داخل فکر نکنه دو هتل کس نمیتونه. در خارج خود مردم نیست که هر شب. شخصا از ما از خودمونه. این ما از خریا قاصرای هستیم ولسوالی کلکان. این روسیای ما مردم که میشه ما در خانه میگیریم باز بسیاری که کم وقت هم در هتل 4 ساله میگیرن خرج میبرن که هتل 80,000 1 لک 50,000 کرا میگیرن. دنیو هتل ها میگیرن دیگه در تو کس گرفتار نمیتونه. خدا وقت جمهوریت باز بخی زیاد بود نه دو وقت مردم ها 1 لک دلار میداد در هتل دیگه ایره نمیفهم دیگه پیسه از کجا میاد دیگه جالب است نه. حالا مردم حالا خرج میکنن مردم که میبینی مردم میرن در رستوران ها مردم میره مثلا عروسی میکنه دیگه او قدر زندگی بد نیست که مردم فکر کنه که والا مردم از گشنگی میمونه این رقم خود نیست. آدم خدا بیروزی نمیسازه وعده داره برش. این فرض مثال گوشت گوسفند نمیخوری گوشت مرغ میخوری برنج نمیخوری شوله میخوری پلوی نمیخوری شوله میخوری نه این رقم تغییرات آورده. در کجا رسیدیم؟ این چاره پروژه تایمانی است. خب پروژه تایمانی اینو که بود سابقه بود خب این پروژه است طرف سرک اول 2 5 طرف میرن خب چاره سبزی میرن. مدار خان یک گپ دیگه همین موتروانی سخت نیست اینجا؟ برای ما خراحت چه نزدیکانه نه خالصه که از هر طرف موتر اینجا قانون معلوم نیست. مثلا چقدر وقت میشه که موتر تکر نکدی؟ ما فضل خدا که من بگویم که ما سابقه ما از پدر کلان موتردار بودیم دورانای 77 کلینا رو میگم چی را در پالی را چوکی میزدم. من سابقه دریور هستم من ایسلنده رو اینو داشتم خب من فضل خدا تکرهای چی بشه و چیز لایسنس خداری فضل دیگه چند سال میشه که لایسنس داری؟ من این تقریبا این دفعه که نو کنم 4 بار میشه. خوی 4 بار یا چند سال میشه که من دریور هستم. خب آفرین 3 سالشو نداشتم. موترها بیروبار حال زیاد است یا در وقت جمهوریت؟ والا دو وقت زیاد بود. اولای طالبا که یا آمدن بیروبار بیخی نبود بیخی فرصت بود خب باز کم زیاد شد. امروز که طالبا من امروز کار میکردم داخل شهر میگشتم امروز من کار بودم 7,000 روپیه امروز کار کردم. درست. خب برای خودت بیروبار خوب است دیگه یا نه؟ بیروبار که بود پیسه هم از کارم خب از طرف دیگه وقت زیاد ضایع میشه نه؟ وقت ضایع میشه دیگه حالا که این بیروبار است که مردم که بود کار تام میشه نه؟ آفرین. بیروبار هست ما حوصله کنم نمیشه نه؟ درست. خب تنها تربوز و خربوزه میگیری؟ دیگه این همین 2 چیز خلاص. نه در داخل مارکتش ببرم تا در داخل شو در ترازی خب؟ آفرین تو ترازی میگیری ما بفهمم. نه ترازو ترازوش 10 سیر است. وانا مدام میگیری. یعنی که دام میگیری. به خاطر که ارزان است نه؟ دیگه هم فایده کردی خب؟ نه کرار بدل خود 300 روپیه تو میگیری. اوکی. اگر ما تو یه بار بیا فهمیدی. نه خیر است صورت جور میایم. تو خدا او صورت نه. دمی داخل ببرم تا ارزان است خب؟ آفرین. در داخل چند میته سیرش مثلا؟ سیرش 70 روپیه 60 روپیه بهترین در بودم. 70 60 افغانی سیر چیز خربوزه و تربوز بالاتر است. و خوبش هم وسط من 150 الی 200 خب حالا میبینیم نرخارم. خب دیگه اگه مثلا سیرش و 70 کیلویش میشه 10 افغانی تربوز میشه. تربوز درست. اما خوبش گفتم مگه نه سیر سیر 40 روپیه است. درست. نه ما خوبش میخوایم. اما خوبش ما معلوم خدا داخل بریم. ما خیلی درست که ما شما نام خدا فامیلای ما کلان است. ما میالو همین 10 سیره که گرفتم برای همین فامیل شاید که برای تاسبا نمانه کلش خلاص میشه.
از شما هم حتما فامیل کلان است. فامیل کلان است. ما نسبین هستیم نصف شمالی است. ما خانه کرایی است. آها. از ما نام خدا 50 نفر هستیم در فامیل. خب 50 نفر خود دستیر فقط برای یک پای سرش یک دفعه مایده کنم. یعنی پای سر خربوزه دست سر خلاص شد. من برایشان گفتم که بیادر من هر روز نمیتونم خربوزه براتون بیارم. این دفعه که آوردم شاید یک 2 هفته بعد براتون بتونم. اینجا بسیار خوب جای هم است مردان است. اینجا کامیون تو را که سرکی بخری سر 20 روپیه خربوزه قیمت به 10 سر 200 فرق میکنه. خب سر 50 روپیه خربوزه را قیمت صدا کنه 5 سر به فرق میکنه. درست. و در اینجا جالب است که در بیرون یک قیمت است داخل باز ارزان است. اینجا ترازی میاد اینجا سر میاد خب. ترازیش در این معنی که 10 سر است یک ترازی است. برات 9 سر هم نمیاد تا 5 سر هم نمیاد تا. یک ترازی. و میتونی خوش کنی یا اونا خوش میکنی؟ دیگه من تو کوت سعی میکنم من بلد هستم. خلاص دیگه. و تو چیزش هم میفهمی کیفیتش کدامش خوبیش است کدام؟ نه اونجا نرخش مال میشه برای کیفیت. نه خود کنکان خود تربوز نیست باز از کجا تو بلد هستی؟ ما خب یکم و خربوزه هم بلد هستی؟ خربوزه رو دیگه تو نه که با بخی از موبایلش بلد باشه. من اصلا از ملک خربوزه هستم ولی زیاد وقت میشه که در اونجا نبودیم. من از قندوز هستم اصلا. اینجا نرخ اینجا خودش میگه که این خوبیش هست یا خراب است خب؟ یا کاری دیگه تو میگه حالا میشه خب؟ یک اصطلاح داره ما شمانه قصاب چی میپاله؟ آشنا میپاله. نه اینجا آشنایی نیست فقط فهمیدی؟ در جای بایی که پیسه دبته. یا ماما ایدارا کهید بیا. اینجا چی شده؟ چی گپ است اینجا؟ اینجا خود برو. یا تو پاس میرن خوب از طالب میترسن خیلی طالب خوب به نفع مردم است او صورت دیگه اما سوچه مسلمانی که میگه یک سوتا باشه نه نفر سر نفر میفتن نظمم در این کشور نمیه غیر چیز که نباشه یا دیگه از طرف شمال میاد دیگه اکثرا نه قندوز و مزار طرف فرام میاد فرام طرف چی هست طرف نیمه طرف نه وردکی هست سری نه اکیم میگه وردکی اکیم فیلمبرداری تا میکنه خارج رایی میکنه نه چی میگه پروانی نگه برادری ما هستیم چی میگه خودت از کجا هستی؟ ما از خندوز هستیم سیدای از کجای خندوز؟ علی‌آباد ما از خاناباد هستیم دو زمین داریم در خاناباد پیش جیلانی خان اول جیلانی می اما حاجی شایسته یا نامش میگم شایسته و ایشان امانجان بالای ما میشن رئیس بسکشی ما این سید هستیم او تو دی بغلان دی کم زای؟ جاری خشک هستم جای چی هست راستیدن بسته رطول دقه دی سمت شمال وطندارانم پیدا کرده گورم بازی توری چرا کدی نه می با ما جاری خشک داخلش نام داره
خسید کردیم گردا و جاری خشم خسید کردیم خو این چند است سیرش 150 بس 150 ای خود در دیگه دیر لوکس خطا اینا میاد اینا به خود دیگه چه میگه حالتا بگرم خو از اونجا همین چیز بود نه بخیر ماشاء الله اون وطن دا دې دا منګه سي راوړو دا کپی ته راوړو ما دې منګ دا خپل کمیشن دا خوجاین دی پیسې خوجاین جواب دا وای لاس لکه شل لکه چې ځان ګورته وته چند اون چند گفته بودی اون 140 تا تو بود 30 گفتم این دیگه 80 گفتم خټکوي تر خټکوي امیر 130 به خلاص نه بیا ده. اینا تو 50 40 متر زدن به رفیق بالا اومد دغه نه دي دغه چې په واقعیت مسلمان معنی دا دغه 100 روپۍ ماته تمام سوي ته دغه دلتان دیگه بده که من 100 بده دایی غریب دلتان نه همین مرد ما از خود ما قدر بلد نیستم ما یک چیز دارم یک کسی دارم که بسیار در این کارا میفهمه این همی آدم است این وکیل ما صبر کن خپل واک مقال نکن خودت فیصله کن برو تو خدا دایی 50 میاد نمیاد دایی چل گفتم تو وطندار برام من چل وطندار برام به خاطر کنم نه من وطندار چل نه بسی به خاطر کنم سیدای خدا نیست وطندار هستی نه الله نفرمایده اون باقیتم باید خیر هستی پنج چیزی میگی که همی گفت صحیح آن دکتر رو باید چی میگه سری قوم سوخ نداره ما هم هست گپ زدیم بالاخره همی آدم کتما وطنداری کرد او میبخشی بسیار زیاد نه پده همی برای ما 150 گفته بود آخرم 130 شد پنج 5 خور خیر است 135 و اینجا 10 سر میاد اینجا همین 10 سر اینجا پته بالا بالا که باشه افسد پدر دلته اوس باید لس منه خټکي ځای شي اوس به وګورو چې څومره شول بله خوب شد حاجی خطکه ایست که چی میگی ما نماینده خود آوردیم من خوش میکنه دیگه نه نماینده بای کنم بیخی دغه جای لاړلی اینا لینستا چی شد و چندگه تو بخوری چندگه چی شد تو بیای جلالا امو جلی 150 60 بتی برو بچه دادیم لس دکتر از بچه بیا چی میگه ما کار ندارم بیادر وکیل میگو این صحیح تو لگو افتاش که نداره می ترازو صحیح نه حالا من بالا کردم یه آدم گفت نکن که بانیشه گناه من چیه؟ سنه کلیشه چی کنانه؟ خیر است خیر چی بالا هستی که من نیست؟ فالگاری دخول هستی من بالا کردم مرا نمو همین دوانه لس منه این دوانه او لس منه خټکی زول خیر مزه به وګورو خلاص شد